السلام علیکم استاد. سلام. خب شما خوب هستین استاد؟ میخواستم استاد یک چیز از شما پرسم. همین 5 عادتی که در همین زهرآلوده که امروزه جامعه ما بسیار ضرر میرسونه، از دین نگاه شما چیست؟ تنها 5 تاش را گویم. حاضرش تا 5 تاش گوین. واقعا این گونه عملها و کارها مفهومایی هستند که از زهر وزن‌تر و دشوارترن برای انسان. خیلی وجود انسان زهرآلود میکنن. یکم تنقید کردن. یعنی در حیات انسان این گونه کارها میافتند که مثلا یک روز یک مشکل است، یک روز یک نوآوری است، یک دستاورد است. تنقید کردن یعنی چی؟ تنقید کردن از خود، تنقید کردن دیگران. اگر این چیز به عادت تبدیل یابد بسیار خطرناک است. بهتر است نسبت آن که یک کسی را تنقید کنی یا خودت را تنقید کنی، بهتر است که راه حل را پیدا کنی و راه درست را پیشکش کنی و مسئله را حل کنی. یکم. دوم، جنابانو، این شکایت کردن، این هم مانند تنقید کردن است. شکایت مثلا همواره ناراضی بودن. مثلا این می شود که مثلا انسان بعضی وقت در بعضی کار، در بعضی مثلا حالت می شود که نمیشد شکایت نکرد، اما بهتر این می بود که به واسطه شکایت، در برابر شکایت کردن، ما اول عاملی سرزدن کار یا عمل را پیگیری کنیم و در این صورت هم راه حل دارد. یعنی نسبت به شکایت کردن مثبت دیدن و مثبت فکر کردن اولاتر است. سیوم. خب سیوم فکر میکنم که بسیار خطرناک است، این مقایسه کردن خود با دیگران است. این یکی از بدترین چیزی که عین حال در جامعه ما هست که ما همه با بلوگرها، با اکتورها مقایسه میکنن. این چیز بسیار شده است و این از چه سبب میشه استاد؟ باشد یعنی مقایسه کردن، این که مثلا چی در کارگاه، مثلا چی در حیات شخصی، مثلا چی در عموما در دلخواه مورد، ما وقتی که زندگی و زندگی نامی یک فرد دیگر رو وقتی که نمیشناسیم، وقتی که تنها حالت شادی و موفقیت و دستاوردها رو میبینیم و خودمون رو وقتی که با او مقایسه میکنیم، ما از همون چیزهای داشته خودم محروم میمونیم. یعنی بهتر راه درست این بود که ما تلاش کنیم که به همه آنچه که خودمون داریم، خود ما را خوشبخت و خوشحال نگاه داریم و هیچ وقت تلاش هم نکنیم که با موفقیت های ما دیگران تقلید کنند و یا ما با موفقیت های دیگران تقلید کنیم. زیرا بودن هر شخص برای خودی او یک موفقیت، یک زیبایی و یک آرامش است. و چهارم من فکر میکنم این است که تو وقتی که خودت را از آن طوری که نیستی بزرگ نشان میدهی، تلاش یعنی بزرگ نشان دهی. بله، تلاش برای خود را بزرگ نشان دادن. تو تمام خودنمایی و بگذار باشد، یعنی خودنمایی، یعنی تو همین تلاشت رو میکنی تا اینکه یک نفر دوم و یا نفر سوم و یا تو در کارگاه مثلا همکار یا که راهبریت مثلا اومد خود رو همین گونه وانمود میکنی که تو گویا که سخت کار میکنی، تو سخت مهنت میکنی، یعنی تو در اصل اون فرد نیستی. وقتی که تو خودت رو برای خرسند نگاه داشتن دیگران میبخشی، از بسیار چیزهای داشتی خودت محروم و ناکام میشوی. یعنی این اگر خلاصه کرده گویم، تو برای خودت زندگی نکردی، تو برای خودت رو معرفی کردن به خاطر آنکه دیگران از تو استقبال گیرن، زندگی خود رو برهدر دادی. من فکر میکنم هیچ وقت انسان باید به این خطاگی مرتکب نشود. یعنی که هر چیزی که دارای دست میتیه بله. برای خاطری که یک چیزی نبوده را به دست بیاره. بله. و پنجم من فکر میکنم این است که وقتی که در همه حالت تو خودت رو ثابت میکنی که حق هستی، یعنی که در بحثایی که حتی حق هم نباشی و حق هم باشی نباید ثابت کنی. بله، این به فرد دوم یک مانع ایجاد میکند که مثلا حقیقت شاید معرفی و رونمایی ناشده همون مسئله از بین رود. بهتر این است که به خاطر آن که مثلا تو ندانی درست سوال دهی یا که درست بپرسی و درست پاسخ دهی، بهتر این است که فکر دیگران را هم گوش کنی. مثلا شاعر هم میگوید که هر کسی
چون تو نیندیشد جنایتکار کنه است. به همین خاطر یعنی گذشت کردن، مهربان بودن در این حالت بهترین چیز است. هم خودی انسان از نقطه نظری روانی آسیب و ضرر نمیبیند و هم صحبت و یا اطرافیان رو هم خلل و ناراحت نمیگرداند. یعنی همین 5 مفهوم من فکر میکنم اگر ما روی اینها کار کنیم و این عادتهای ضررآور رو از مغز و تفکر و جهان بینی خود اگر تازه کنیم، من فکر میکنم که انسان دور نیست که به یک انسان کامل تبدیل یابد و زندگی خود رو خیلی که در بین مردم کار میکنم استاد. همین 5 عادت شما گفتین ناخواسته و نادانسته به حد آزارشون میتیه. بله. من این چیز بسیار میدیدم. من دانشمو خوشرویی را که شد روشن فهمیدم که این قدر یا ضرر آور بودنشون درک کردم. به حد همین جوانان ما را نابود کرده همین چیز. شکایت، خودشون مقایسه کردن، خودشون اثبات کردن، بعض انجام من میدونم بحث کردن استاد. بله. این چیزا به حد ضرر رسونده است. در فرهنگ ما هم میگن که بحث نحس میآورد. یعنی نسبت به اون که تو معلوماتی مشخص نداری، فکر دیگران را قبول کردن، فکر دیگران هم گوش کردن یا که جستجو کردن معلومات درست پیدا کردن، فکر میکنم بهترین کار است. سپاسگزارم استاد برای صحبت خیلی خوب بود. خیلی چیزای خوب برداشت کردم برای خودم.